اینجاست. خب من دوباره امشب اومدم برای فیلم برداری و تصویر نگاری. خب اما امشب میخوام گوشه دیگه ای وایستم و به خاطر همین به سمت دیگه ای میرم. گوشه قشنگیه. اگه میسر باشه من اینجا وایستم فیلم برداری کنیم. خیلی هم دور بشم تصویر منو بتونه بگیره. بایسته بینم. خب برنامه‌نویسی هم چرا ادامه داره. الان رسید به 2675 تا 2675 برنامه و سب کنم. خب اومد اینجا بیستم و چه برنامه نویسی صحبت. خب ببین 2675 تا برنامه شد، اما الان فعلا راجع به چه برنامه‌ای؟ آخرین چیزی که من بهش مشغول بودم توضیح‌های مختلف آماری بود. توجه میکنم من اینا رو اول به صورت معرفی گذاشتم، کاربرداشم بعضن گذاشتم، البته نه کاربرد همشون نذاشتم، کاربرد همشون نذاشتم. واو جناب که گویه کاربرد همشو نذاشته بودم، ولی چند تا کاربرد دیگه از یعنی توضیح آماری دیگه هم گذاشتم. یعنی یه سری توضیح آماری دیگه بود که کاربرداشو من به صورت اختصاصی تر نذاشته بودم. اون توضیح آماری کاربرداش هم گذاشتم. علاوه بر این که چند تا دیگه از اون توضیح آماری رو ایمپلمنت کردم اونطور که قبلا گفته بودم. قبلا مثلا لاجستیک دیستریبیوشن رو ایمپلمنت کردم. این سری مثلا لاگ لاجستیک دیستریبیوشن یا مثلا ایرلاین دیستریبیوشن یا مثلا لاگ لاپلاس دیستریبیوشن یا مثلا دارم فیلم برداری میکنم. خاموش کنم؟ نه از کجا فیلم برداری میکنم؟ همینجوری خودم. از خودتون؟ بله. در مورد چی؟ همینجوری
استاد هستی؟ مدرس هستی؟ آموزشی جایی رسمی. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. چند تا توضیح آماری دیگه هم ایمپلمنت کردم که حالا به صورت لیست گذاشته شده. اما این توضیح آماری با توجه کاربردهایی که داره اینطور نیست مثلا به این سادگی شخصی هست که روش بگذارم. اینا در واقع با این توضیح آماری آدم کار بکنه، یعنی تو زمینه مختلف کاربرد داره و میشه استفاده کرد، یعنی استفاده موثر داره ترجمه کنه. البته الان ماشین لرنینگ اومده. واسه از ماشین لرنینگ و چه میدونم نیورال نتورکس این چیزا میشه الگوهای مختلف رو استخراج کرد. مثلا میشه دید مثلا توضیح آماری چیزای مختلف چه جوریه. خب ببینید توضیح آماری چیزا رویدادهای مختلف قرار توضیح آماری رویدادهای مختلف چه جوریه. مثلا همون ماشین لرنینگ یا نیورال نتورکس میتونه مثلا الگوشو یاد بگیره، ترجمه کنه. مثلا یه نیورال نتورکس مثلا برنامه‌اش میتونه یاد بگیره که مثلا چه میدونم همون بحث گرینا دانه‌های مثلا سنگ و اینجور چیزا، این اندازه‌اش مثلا چه جوریه. اون در واقع اندازه‌های دانه‌های سنگ و در واقع گرانول یا گرین اندازه‌شو یاد بگیره. ولی خب برای اینا توضیح آماری وجود داره که به طور اخص، به طور اختصاصی تر میتونه در واقع این توضیح آماری برای اندازه اونا فیت بشه. مثلا قبلا یه برنامه من نوشته بودم برای فیت کردن یک منحنی دلخواه. یه برنامه نوشته بودم برای فیت کردن یک منحنی دلخواه با استفاده از روش گرادینت دیسنت. خب مثلا اونجا یه منحنی دلخواه بهش میدادی، مثلا یک فرمول رابطه بود دیگه، یک ایکویشن بود، یه پارامتریک ایکویشن، معادله پارامتری بود. یه معادله پارامتری میومدی بهش میدادی، این معادله پارامتری رو اون داده فیت میکرد. خب این معادله پارامتری میتونه یکی از اون توضیح آماری باشه. البته طبیعتا باید توضیح آماری باشه که نوعاً تجربه شده و شناخته شده که برای اون داده آماری مناسبه، مگر آنکه یه نفر کار تحقیقاتی انجام بده. یعنی مثلا فرض کن یه سری داده‌ای هست ما اون داده رو نمیشناسیم چه جور توضیح آماری داره. یه سری داده‌ای هست ما اون داده‌ها رو نمیشناسیم، اون داده‌ها چه جور توضیح آماری داره. داده‌های ناشناخته است، تازه جمع‌آوری شده. اینو میشه با توضیح آماری مختلف فیت کرد، بعد هر کدوم که خطای عمومی کمتری داشته باشه یا بعضا شاید بعضی بخوان به صورت بازه‌ای هم خطاهاشو بررسی بکنن، بعضی شاید بخوان به طور بازه‌ای هم بازه‌های کوچیک‌تر هم خطاهاشو بررسی کنن، ولی هر کدوم از اون توضیح آماری که خطای کمتری در مجموع داشته باشه مثلا مناسب‌تره. چون می‌دونی که یه برنامه که یک توضیح آماری رو مثلا میاد فیت میکنه، مثلا رو داده‌های مختلف میتونید توضیح آماری مختلف فیت کنید. مثلا یه سری داده داریم توضیح پواسون روش فیت میشه. خب یه سری داده داریم توضیح پواسون روش فیت میشه، یه توضیح دیگه هم میبینی روش فیت میشه. شاید مثلا 4-5 تا توضیح روی سری داده فیت بشه، اینطور نیست که فیت نشه. فرض کن مثلا ما چند تا توضیح آماری در نظر، مثلا یه داده‌ای هست ما اون داده رو نمیشناسیم، ترجمه می‌کنیم. یه داده‌ای هست ما اون داده رو، ما سری داده ها رو مثلا 1000 تا داده است، مثلا x و y و y. این داده ها رو ما نمیشناسیم. خب 4-5 تا توضیح آماری مختلفی رو میتونیم روش فیت بکنیم. فیت هم میشه با روش مثلا گرادینت دیسنت. منتها یکی از این توضیح آماری براش مناسب تره یا 2 تا مناسب تر، یعنی خطای عمومی کمتری داره. شاید مثلا به صورت بازه‌ای هم یه نفر بخواد تو بازه‌های مختلف ببینه خطاش کمتر هست یا نه، ترجمه می‌کنه. یعنی خطای عمومیش هر کدوم کمتر باشه میتونه مناسب‌تر تلقی بشه. اون دیگه بستگی به معیارهای ارزیابی داره. فرض کن مثلا
1000 تا زوج XI و YY داریم. خب فرض کنیم 1000 تا زوج XI و Y داریم. درسته؟ 1000 تا زوج XI و Y. ما مثلا 5 تا توزیع آماری مختلف روشون فیت میکنیم. هر 5 تا فرض کنیم فیت میشه. اینکه کدوم بهتره اونیه که خطای عمومی کمتری داشته باشه و ضمن رفتارش به صورت موضعی هم بهتر باشه. اونی که خطای عمومی کمتری داشته باشه و رفتارش هم به طور موضعی بهتر باشه. شاید یه نفر بگه فقط خطای عمومی کافی نیست که کمتر باشه، رفتار موضعیش هم باید بهتر باشه. مثلا فرض کنیم دو تا از این توزیع آماری مثلا خط عمومی نزدیک به هم دارن. دو تا از این توزیع آماری فرض کنیم خط عمومی نزدیک به هم دارن، ولی یکیشون رفتار موضعیش هم بهتره، مثلا میگیم اون بهتره. این یه بستگی به معیارایی داره که شخص برای ارزیابی اون توزیع فیت کردن اون توزیع آماری بکنه. این توضیح بود که من لازم دونستم برای کار اختصاصی تر راجع به توزیع آماری ارائه بکنم که حالا هر کسی خواست میتونه در رابطه اون توزیع رو این توزیع که الان دادم رو استفاده بکنه، یعنی اون توزیع های آماری رو با این توزیع ها در واقع استفاده کنه. میگم توزیع های مختلف آماری کارباشون نیاز به بینش گسترده تری داره. کار با این توزیع های آماری نیاز به بینش گسترده تری داره. یعنی چه؟ یعنی مثلا شاید یه نفر مثلا رشته‌اش نجومه، خب میخواد مثلا راجع به یه سری اجرام آسمانی جرمشون مثلا یکی از این توزیع ها رو فیت بکنه، میخواد یکی از این توزیع ها رو فرض کن یکی از این توزیع آماری رو میخواد یکی یا چند تا مثلا امتحان میکنه ببینیم برای فلان مثلا سری اجرام آسمانی جور هست یا نه، کدومشون بهتره، کدومشون خطای عمومی و رفتار موضعی بهتری داره، یعنی خطای عمومیش کمتره رفتار موضعیش هم بهتر، کدوم یکی بهتره. این مثلا میتونه کار اختصاصی تر راجع به اینا انجام بده. توزیع آماری اینطوری هم تو زمینه مختلف کار میره، نجوم، چه میدونم بیولوژی، زیست شناسی، حتی مثلا همه رشته‌ها دیگه، فیزیک، شیمی، چه میدونم جامعه شناسی، خب معروفه، اینا رو میتونه به کار ببره. این توضیح فکر کنم دیگه براش کافی بود. الان هم 13 دقیقه گذشت. خب الان بذار چه اینجا بعد ارزم بزرگ که این توضیحی که راجع به توضیح های مختلف آماری من دادم و ارزم بزرگ فکر میکنم کافی باشه دیگه. بقیه‌اش دیگه توی زمینه یه نفر میخواد کار کنه، خودم من بخوام چند تا برنامه دیگه بنویسم. بعضی از این توضیحات به صورت ترکیبی میتونن استفاده بشن، ترکیب کردنشون هم متفاوته. مثلا راجع به جمع کردن توزیع آماری مثلا توضیح دادم، گفت یه حالت هست که شما تک تک زوجا رو با هم جمع میکنی بعد توزیع آماری حاصل رو به دست میاری. مثلا یه حالت مثلا جمع کردنش، یه موقع از تک تک زوجها رو شما جمع میکنی، یه موقع از تک تک زوجها رو مثلا XI ها Y ها رو با هم جمع میکنی، مثلا توزیع رو به دست میاری، توزیع حاصل رو به دست میاری که بهش میگن سامیشن میشه. یه موقع از دو تا فرمول رو با هم جمع میکنی، یه موقع از دو تا فرمول که هر کدومو فیت کردی با هم جمع میکنی، این با اون فرق میکنه، بهش میگن میکسچر شرط. حالا سامیشن با میکسچر فرق میکنه. این توضیح هم لازم دونستم که بدم. سامیشن مثلا اینجا با میکسچر یه تفاوتی داره، بعضی تفاوت‌ها یه مقدار ظریف‌تره. توزیع آماری رو میشه تقسیم کرد یا تو معکوس گرفت ازشون. این تفاوت رو باید بینشون قائل شد که آیا تک تک زوجها رو مثلا ما معکوس میکنیم یا کل توزیع آماری رو معکوس میکنیم. این باید این تفاوتش باید فهمیده بشه. تک تک زوجها رو با هم جمع میکنیم یا توزیع آماری فرمولاش رو با هم جمع میکنیم، دو تا با هم متفاوته. یا تک تک زوجها رو بر هم تقسیم میکنیم یا دو تا توزیع آماری رو فرمولاشو که هر کدوم جداگانه به دست اومده بر هم تقسیم کنیم. اینم توضیح لازم دونستم بدم. خب مبحث توزیع آماری فکر میکنم چی شدیم دار تار شد تصویر اینجا. یه زوم مجدد داشته باشم تصویر. این توضیح رو لازم دونستم بدم. بعد موضوع دیگه فکر میکنم بود، موضوع دیگه هم فکر میکنم بود که اگه یادم بیاد، الان من یه دور بزنم بلکه یادم بیاد راجع چی ها نوشته بودم.
نوشته بودم. یه همین توزیع آماری چیزی که همین نیست، یعنی زمینه کار بسیار گسترده داره. میگم اگرچه روش های نیورال نتورکس، ماشین لرنینگ اومده اینا رو مثلا یه توزیع آماری رو یاد میگیره، ولی خب به طور اخص فیت کردن این توزیع آماری میتونه خیلی چیز مثلا چی باشه، یعنی افیشنتی باشه، یعنی اون در واقع افیشنسیشون در واقع چی میگن، بازده بسیار خوبی داشته باشه کار با توزیع مختلف آماری. چون وقتی یه سری داده های شناخته شدن، فرض کنید یه سری داده های شناخته شدن، توزیع آماریشون رو ما میشناسیم. یه سری داده های شناخته شدن ما توزیع آماریشون رو میشناسیم، دیگه لازم نیست حتما ماشین لرنینگ در سرعت و حافظه صرفه‌جویی میشه. در سرعت و حافظه، یعنی تایم اند اسپیس، یعنی سرعت و حافظه، اسپیس منظور مموری، تایم هم سرعت، صرفه‌جویی میشه. یا حتی اگه بخوایم فیت کنیم، بازم نسبت به نیورال نتورکس حالت چی داره، اختصاصی تری داره و میتونه افیشنسی بالاتری داشته باشه. چون شما بخوای یه نیورال نتورکس مثلا با حجم تری، مثلا نیورال نتورکس هست، پارامترش زیاده، پارامتر شبکه‌اش زیاده، نورونای زیاده، حجم تره، بزرگتره، این بخوای فیت بکنه خب زمان حافظه بیشتری میبره تا اینکه یه توزیع آماری که یه مقدار اختصاصی تر، یا حتی بازم اختصاصی تر توزیع آماری که ما میشناسیم، مثلا فلان داده توزیع آماری مثلا ایرلنگ روشون مثلا کار میکنه، مثلا نورمال دیستریبیوشن خب خیلی معروفه، گوشن یا توزیع گوسی، و یه توزیع دیگه هم مثلا توزیع پواسون، پویسن دیستریبیوشن، پویسن دیستریبیوشن خیلی توزیع پواسون در واقع توزیع پواسون خیلی توزیع پرکاربردی، توزیع پواسون توزیع بسیار پرکاربردی، یکی از پرکاربردترین و مفیدترین توزیعی که من توضیح دادم توزیع پواسونه که انواع مختلفی هم داره، چی بگیم، مثلا وریانت های مختلفی داره، ترجمه منظور میشه. و این راجع به توزیع آماری که چیزی که همین نیست، عملا آمار اون که بهش میگن استاتستیکس، آمار احتمال در واقع چیز خیلی کمی نیست، یعنی مبحث بسیار گسترده‌ایه و کار در زمینه آمار و احتمالات میتونه خیلی برنامه‌های گسترده‌تر و متنوع‌تر و انبوه‌تری از این نوشته بشه. اوکی، بعد اینم از مثلا من ببینم برای قشنگی کار میتونم یه سری بالا هم بزنم، بدونم که من لازم داشته باشم خیلی با این سطح آمادگی جسمانی که حتی همچین بدم نیست، حتی آمادگی جسمانی خوبه، بخوام این ارتفاع بلند مثلا یه دفعه بپرم این که چون اینجا یه ارتفاعی داره، بخواید بری بالا، این ارتفاع چی داره، چی میگن باید اون دار من دیده میشم اینجا. بله من دیدم دستم کجا میدونم، سرم از این فاصله خودم رو تو دوربین میبینم، تو این سر منم دست کنار سرم، نیست بالای سرم، دستم دیده میشه. بله آخه خب اینجا
اینجا من دارم از خودم این کارو میکنم و امشب هم شبیه بر خودش ولی برای یه چرخ سرم میذارم این هفته هم عرضم بزرگ که موضوع دیگه هم هست چرا راجبش کار کرد یه سری معادلاتی بود میگم راجع بایوکیمستری و بیوشیمی حالا اون واقعا رشته من نیست اینو داره با رشته من فاصله داره به خصوص مسئله که مثلا اینو داره راجع به اون که فاصلهش بیشتره بعضیش واقعا مسئله جمعیتی باز بهتر میشه بهش پرداخت بعضی که راجع مسئله جمعیتی بهتر میشه بهش پرداخت حالا نمیدونم به زودیا بهش میپردازم اینا ولی برنامه دیگر رو حتما خواهم نوشت آخه و ادامه خواهم داد بعد عرضم بزرگ بذار با این اطرافی مدار بچرخیم عرضم بزرگ که من یه مدار باز این طرف این کنار نور این طرف میرم بایستم اینجا پایه‌اشو بذار میزوم کنم یه وقت نیفته دور میخوام اینجا هم قشنگ بذار یه جوری بگم که این چراغ هم توش بیفته چراغ هست او فیلم دوباره باز قطع شد من دور چرا قشنگه باز دوباره من وسط گذر رو ایستادم خب ولی که هم صدام به دوربین خوب است لازم نباشه بلند صحبت کنم میگم بخوام دورتر وایسم باید خیلی بلند صحبت که حالا شاید هم بگیره صدا رو نمیدونم حالا فعلا عرضم بزرگ من سعی میکنم همچنان ادامه بدم فعلا که 2675 تا برنامه است به 3000 تا هم میرسه به 5000 تا هم میرسه شاید به 10000 تا هم میرسه و همینطور الی آخر بعد یه چیزی که هست تصویرش و همینطور الا بعد عرضم بزرگ کرد من دیگه همینطور دارم فکر میکنم که ببینم آیا برنامه‌های دیگه هم برای من نوشتم حالا فعلا اینو دور میزنم تا برام یادآوری بشه چیکار انجام قشنگه اینجا دیگه واقعا از این فاصله نمیدونم اینجا هم یه بخش دیگه است فکر میکنم چی داره آب نبره آب نمایی هست
حالا دیگه من اینجا تو این تصویر بیافتم یا نه؟ خب چجوری باشه؟ باید خب آدم احتیاط کنه دیگه نصف شبیه. حالا من یه مقدار دیگه هم فیلم برداری کردم و همطور برابر میرم و دور میزنم و این فکر کنم این گوشه جورایی مندسکافی فیلم برداری شد، قشنگ نورپردازیش قشنگه و الان هم دیگه من کم کم برم سمت خونه دیگه. الان من کم کم برم سمت کم ما به سمت خانه بریم. اینم حیف این تصویر از دوباره از این گیاهانی که شبیه چیان کلام هستن و این بنفشاش شب شاید خیلی خوب دیده نشه ولی روز دیده میشه. اینم که تصویر میدان است و اونم اون گوشه نورپردازی قشنگ و این هم گل‌های رنگارنگ، گل‌های نارنجی، اینا گل‌های نارنجی است که بسیار قشنگه. گل‌های نارنجی است که بسیار قشنگ و مناسبه. این گوشه چه چراغ داره. کف خیابونه اینجا نور زرد، کف خیابون نور زرد نبینی؟ کف خیابون اینجا نور زرد، اینجا منظور این گوشه. بعد این ور و اینجا هم جایی که من وایستاده بودم دیگه. خب دیگه کم کم باید برم دیگه، کم کم باید برم. اونم فاصله ای که من اونجا ایستاده بودم، بله اینجا، اونم که چیه تصویر بسیار جا. من با همین تصویر شاید نه این تصویر شاید جنبه خیلی تبلیغاتی داشته باشه، خاطر همین من دار فاصله میگیرم و من میام این طرف تر، چون میخوام یه تصویر پیدا کنم که باش اینجا رو فیلم برداری رو به پایان ببرم. حالا شاید همون تصویر پارک هم مناسب باشه، تصویر پارک هم واقعا مناسبه. اینجا یه آنتن هست، آنتن موبایلی فکر کنم سر کوچه یه آنتن موبایلی چی شده برپا شده در خب من این پلو در وارد این صحنه بشم و این صحنه رو از این زاویه این سری فیلم برداری میکنم. خب دیگه طرف ها نیم ساعت داریم میگه خب اینجا نور دیده میشه، نور داره.
که تصویر بسیار زیباییه، تصویر بسیار زیباییه. من این مقدار به این تصویر نزدیک میشم و کم کم خب دیگه الان من دیگه این هم از این طرف هم یه فیلم برداری بکنم، چون این کنتراست رنگ این درخت ها خیلی قشنگ. این هم از این بس دیگه، تا به همینجا به پایان میبرم. این سمت و این سمت الکی